قدرمن دوستانو بیا هم خراغلی د ځوانانو نړۍ خپرونې ته نن موږ ډېر یو ګران ملمه ځان سره لرو. هغه ملمه چې ستاسو ټول ډېر خوښیږي. ولی جان د موږ سره یو ډېر ښه موفقه ځوان هنرمند چې موږ ټول ورباندې ویاړ کوو. ولی جان صفاتتان رو به پشتو کردم. تشکر. زنده باشین. ولی جان ما بسیار خوش هستم از پیش خود شما. نگفتین چرا؟ چرا؟ خب حتما میگم براتان. ولی جان پیش از اینکه شما به شهرت برسین یک چند سال پیش ما براتان قصه میکنم که جوانای افغان ما بسیار علاقه به موسیقی افغانی نداشتن. هیچ علاقه نداشتن. ما بر شما بگویم جوانایی که به امریکا و به خارج کلان شدن اونا بسیار MTV را سعی میکردن و استایل خارجی را میگرفتن، موسیقی خارجی مشنویدن. و از وقتی که شما به هنر، به تلویزیون، به هنر رو آوردین و موسیقی شما مشهور شده، اما افغانا اسپشلی بچه چچا اونا بسیار علاقه دارن به خود شما و آهنگای شما، استایل شما را بسیار بچه ها از خود کردن. شما چی فکر میکنین؟ آیا من راست میگم یا؟ میسازه و چی میگن بریم انرژی میته که ما ادامه ای کار ادامه همین بچه های خورد و اینا از خورد فنایم که هستن اینا میمانند دیگه با آهنگا خاطره دارن و خاطره در آینده می داشته باشن و این بریم انرژی میته که من ادامه بدم کار بهتر بکنم. و هر فامیل که برین شما میبینین که بچه های خرد اطفال خرد یا ولی جان میگن یا میگن بیا تو. بله اکثرا من از بیا تو میشناسم. نه خب بیا تو هم دیگه اولین آهنگی بود که یعنی که ما ساختم اینا تمام چیز انمال هم که هست. ما بعضی که ما زنگ میزنم خود معرفی میکنم
میگم بله ولی جان، کدو ولی جان؟ میگم بیا تو. بیا تو. دیگه میگم اینو چرا شما ماند به حساب میگم پس اگه ستاره بگم یا چی بگم حتما نمیشناسن یا دیگه، اما بیا تو رو میشناسن کلگی. بله شکر. اما آهنگای شما به دل ما چنگ زده و ما آهنگای شما رو زیاد میشنویم. ولی جان من خودم به یکی از کنسرت های شما دعوت بودم به ویگاس. بسیار کنسرت فوق العاده بود. بخش شما به حساب نگفتین چرا؟ خب خنده میکنه نه. و این خب برای دفعه اول جالب است که یعنی می کمپانی آونگ مرا دعوت کرده بود این کنسرت و اینا که هنرمندای ایرانی اغلا قبول کردن که میگم یک افغان نه یا مخصوصا من که فینالیست چیز باشم یا پروگرام باشم. به خاطر همیشه دیسکوس هست که منیجرایشان کی آخر بره، نه هیچ کس نمیخواد اول بره. اکونومی همین وقتی که چند تا خواننده افغانی هم همراه هم باشد یا اینا این پروبلم دارن، میگم من اول نمیرم ما آخر میرم، میخوایم فینالیست باشم. خب بالاخره خوشبختانه ایرانیا یعنی این لیول برای من دادن که ما آخرین خواننده باشم و این بسیار خوب است. و ولی جان میفهمین ما ماطل شما ماندیم از سر شو تا آخر شو تقریبا شما طرفای 12 1 بجه سر استیج آمدین. بله خب فینالیست بودین. من میفهم گناه شما نبود و من افتخار میکنم به این که بعد از هر هنرمند بسیار مشهور ایران سر استیج که می آمدن وقتی پرفورمنس خود خلاص میکردن اما اودینس اما دوست داشتنی کلی که آمده بودن و از خاطر شما آمده بودن، اگر ایرانی بودن اگر افغان بودن و به یک چیغ میگفتن ولی شما یا ایران مشنویدین چی ساز میکردین، چون که کس ایرانی ها را نمیخواست و خود ایرانی ها بودن و شما را میخواستن. چی ساز شما داشتین؟ دیگه من خب دمو وقت من فقط میشنیدم کسایی که در اودینس بودن برای موبایل هایشان، برای من در هتل بودم. من یک ذره در وقت آمدم به خاطر وقت چیز بوده که اینا 12 شو بوده که اینا بریم زنگ میزن ببین ولی که کلگی موتال توستن سک بسیار جالب است نه که وقتی که این خواننده ایرانی میخوانن در وقت بریکشون کلگی ولی جیغ میکشن اینا و این برای ما بسیار جالب بود. نه مای گاد نه بسیار جالب است. وقتی که باز ما آمدم فقط من میشنویدم، یعنی چیز هر کدوم ما یعنی تایم داشتیم نیم ساعت بعد بخوانیم. یعنی خواننده آخر که ما بودم یعنی بعد این موزیک قطع میکرد به خاطر نیم ساعتش خلاص شده بود، اقلا نیم ساعت دیگه هم تال داد. یعنی بسیار یعنی تقریبا 30 سال از خواننده است و 30 سال هم نمبر وان بود، یک از نمبر وان های ایران بود. میگه من وقتی که میخوانم چرا کلگی ولی جیغ میکشن و این تا این آخر کمپانی رفت این خواننده را به زور پایان کرد، گفت وقت تو خلاص شده به خاطر تالار چیز میشنه بسته میکنن. بعد از که من رو استیج رفتم و اینا یعنی ایرانیا اکثرا این توقع را نداشتن، به خاطر من بسیار ترتیباتم اونجا گرفته بودم، رقاصای مادونا بودن همراهم و چی میگن درست شو ما اونجا چیز کرده بودیم. اولین کنسرتی بود یعنی فکر کنم من نیم ساعت داشتم بعد 7 آهنگ میخوندم و این اولین کنسرت این بود که من اصلا زیاد حرف نزدم، نه آمدم یک سلام علیکی کردم و یک خدافیزی. فکر کنم این تا 7 آهنگ نیم ساعت من پلان کرده بودم که خواندم دیگه.